سلام، وقتتون بخیر. برای نقاشی این لیوان ابتدا طراحیش رو انجام میدیم و محل جزئیات درونش رو مشخص میکنیم. سپس با محو کن زیر سایه میزنیم و با مدادها تیرگی هاش رو اجرا میکنیم. با مداد B6 تیرگی های شدید و با مداد هاشبه میتونیم خاکستری های روشن و میانه رو به کار اضافه کنیم. برای اینکه بتونیم مسلط تر باشیم و بهتر عمل کنیم، میتونیم نقاشی رو بخش بخش سایه بزنیم و از بالا به پایین تکمیل کنیم. اگه پاکن برقی نداریم، میتونیم پاکن اتودی رو با کاتر برش بزنیم و با لبه تیزش نورهای خطی و مختلفی که توی مدل دیده میشه رو اجرا کنیم. سایه لیوان که پایین افتاده رو هم میتونیم با مداد ابتداها شور بزنیم و سپس با محو کن اونو محوش کنیم. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. خوشحال میشم که نظرتون رو بدونم و لایک و کامنت و سیو و انتشار یادتون نره.